سلام به همه دوستان همیشگی استاد جواب. امروز در این ویدیو به یکی از سوالات پرطرفدار شما پاسخ میدیم. بعضا بچه ها میپرسن که این ویدیو کنترل پنل چیه و اصلا تنظیماتش رو نمیدونیم رو چی بذاریم تا بالاترین FPS رو داشته باشیم و بتونیم از حداکثر قدرت کارت گرافیک استفاده بکنیم. در این ویدیو خب همونطور که گفتم چون قراره که تنظیمات انویدیا کنترل پنل رو توضیح بدیم، این ویدیو مخصوص کسانی هست که کارت گرافیک انویدیا دارن. اما اصلا نگران نباشین، اگر نمیدونید که کامپیوتر یا لپتاپتون چه گرافیکی داره حتما ویدیو رو ببینید تا از مدل کارتتون با خبر بشید. خب بریم سراغ آموزش. در ضمن یادتون نره اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. اول از همه ما باید بدونیم مدل کارت گرافیک ما چی هست. بخوام یک توضیح جامع بدم، ما دو نوع گرافیک داریم. اول از همه گرافیک مجزا یا جی پی یو، دومین مورد گرافیک مجازی ای پی یو یا بهش میگن گرافیک آنبورد. خب چی ان اینا؟ گرافیک مجزا که میریم از بازار تهیه میکنیم، این روزا هم خیلی قیمتش بالا رفته. دومین مورد گرافیک مجازی یا گرافیک آنبورد هستش که روی سی پی یو ها سوار شده از طرف شرکت. حالا چه شرکت هایی؟ یکی شرکت AMD و یکی شرکت اینتل. سی پی یو های AMD برای اینکه گرافیک مجازی داشته باشن به آخر حالا نسلش یا کلا اسم سی پی یو G اضافه میشه و سی پی یو های اینتل اگر آخر حرفشون F اضافه شده باشه گرافیک مجازی یا گرافیک آنبورد ندارن. خب حالا باید ببینیم که گرافیک سیستم و لپتاپ دستگاهمون چیه و مبتنی بر انویدیا هست یا AMD هست یا کلا APU یا همون گرافیک آنبورد داره. اینو ما نمیدونیم و قراره با هم بفهمیم. خب اول از همه میایم روی پنجره استارت ویندوز راست کلیک میکنیم و دیوایس منیجر رو انتخاب میکنیم. از این بخش روی دیسپلی آداپترز کلیک میکنیم، دبل کلیک میتونیم بکنیم تا مدل کارت گرافیک ما رو نشون بده. خیلی راه هست اما ساده ترین راهش اینی هستش که خدمت شما من گفتم. اگر دیدید درصد اینجا نمایش داده نشد براتون و مدل کارت گرافیکتون رو نتونستید ببینید، احتمال خیلی زیاد درایور کارت گرافیکتون نصب نیست که میتونید از داخل حالا کروم، مرور کرومتون، سایت صاف 98 قسمت سرچش بنویسین حالا انویدیا گیم درایور یا AMD گیم درایور و از اون بخش دانلود بکنید و باز دوباره همین مراحل رو طی کنید و ببینید مدل کارت گرافیکتون چی هست. ما دیگه با این بخش کاری نداریم، بریم سراغ آموزشمون. روی صفحه دسکتاپمون یک بخش خالی پیدا میکنیم و راست کلیک میکنیم. اگر ویندوز 11 داشته باشین که بخش شو مور آپشن رو باید بزنیم و اگر ویندوز 10 داشته باشین که همین صفحه اول برای شما نمایش داده میشه. روی انویدیا کنترل پنل بعد از نصب درایور کارت گرافیکتون اینجا نمایش داده میشه و روش کلیک میکنین تا باز بشه. خب اولین بخشمون adjust image setting with preview هستش. خب در این بخش ما باید روی use my preference emphasizing رو بزنیم تا ببینیم باید چی کار کنیم. اینجا بر اساس سیستم و سخت افزار سیستمتون بچه ها باید انتخاب بکنید که میخواین تصویر بهتری دریافت بکنین یا پرفورمنس بهتری دریافت بکنین. خب من با توجه به سیستمم میخوام تصویر بهتری دریافت بکنم، اما شما میتونید هم روی بالانس بذارین یه چیز مینیمم و بینش میخواین داشته باشین یا پرفورمنس و بازدهی براتون اهمیت بیشتری داره. من روی کوالیتی میذارم. بعد از این که حالا این بخش رو انتخاب کردین، این گزینه وسطی رو انتخاب میکنید Use the Advanced 3D Image Setting و این رو که زدید برای اعمال تغییرات مرور اپلای میزنیم پایین سمت راست تا تغییراتمون عملی بشه. میام گزینه بعدی منش 3D Setting. توی این بخش خیلی از یوتیوبرهای معروف اومدن صحبت کردن و تنظیمات پیشنهادی خودشون رو گفتن. خب من اومدم اونها رو همه رو یه جمع‌بندی کامل انجام دادم و به زبان فارسی اومدم برای شما توضیح دادم. خب میبینیم که اینجا گلوبال سیتینگ داریم و پروگرام سیتینگ. گلوبال سیتینگ مربوط میشه به کل سیستم و تنظیمات تصویر کل سیستم و پروگرام سیتینگ مخصوص حالا نرم افزار، بازی یا هر برنامه‌ای که از اینجا میخواین انتخاب میکنین و روی اد میزنین یا برنامه‌تون رو از این قسمت انتخاب میکنین. حالا ما میخوایم روی گلوبال سیتینگ بیشتر مانور بدیم.
اولین بخشمون ایمیج اسکالینگ هست که بر اساس سیستمتون اگر میخواین تصویر حالا یه مقدار تیزتر و بهتری دریافت کنین روی آن میذارین و این طبیعتا یک فشار به نسبت زیادی روی گرافیکتون میذاره و اگر سیستم ضعیف یا متوسط رو به پایینی دارین این روی همون دیفالت و آف باشه. اگر میخواین که حالا آن بذارین و تصویر بهتری دریافت کنین ماکسیموم تا 70 میتونید بذارین، بیشترش خیلی تصویر سوزنی میشه و خوب نمیشه. من روی همین آف قرار میدم. گزینه بعدی باید آف باشه. گزینه بعدی 8x هستش که میتونید بر اساس سیستمتون اگر ضعیف هست روی 4x یا 2x هم حتی بذارید. گزینه بعدی باید آف باشه. گزینه بعدی باید آن باشه. override any application setting باید باشه. من همینطوری به ترتیب میگم، هر کدوم که نیاز به تغییر داشت دیگه باز اسمشو کامل ذکر میکنم. گزینه بعدیش باید 4x باشه، یعنی همون anti aliasing setting باید روی 4x باشه. anti aliasing transparency باید روی آف باشه، بعدی آف باشه، بعدی حتما روی آل باشه. اینو دقت بکنید اگر مشکلی داره، موردی داره، روی آل قرار بدید. بعدی باید روی درایور دیفالت باشه، بعدی آف باید باشه، بعدی برای من فعال نیست ولی باید روی آف باشه، بعدی لو لتنسی مود هست. اینو بهش میگن انگار تأخیر بین موس و کیبورد با سیستمتون هست که اگر روی گزینه اولترا بذاریم تأخیرش کمتر میشه. به نحوی من تاثیرگذاریش رو زیاد ندیدم توی سیستم خودم، ولی میتونید امتحان بکنید و اگر براتون به صرفه بود و کلا تأثیری داشت روی اولترا بذارید بمونه، وگرنه که روی همون آفم باشه فرقی نمیکنه. گزینه بعدی مکس فریم ریته. بعضی از دوستان فکر میکنن اگر اینو مثلا تا 1000 ببرن FPS سیستمشون یهویی تا 1000 میره بالا، در صورتی که سیستم سخت افزاری قوی نداشته باشن. چنین چیزی اشتباه و غلط هست. حتما روی آف باشه و این مورد رو دست نزنید. گزینه بعدی باید روی آف باشه، بعدی باید روی اوتو باشه و مورد بعدی که بهش برمیخوریم OpenGL Rendering GPU هست. از روی اوتو سلکت حتما باید بردارین و گرافیکتون رو انتخاب بکنید. این مورد هستش که باید تغییر بکنه. مورد بعدی پاور منیجمنت مود هست که ترجیح من اینه که بذارین روی ماکسیموم پرفورمنس تا حد اکثر برقی که پاور سیستمتون میتونه به قطعات بده رو در اختیارش بذاره و اون پرفورمنس و بازدهی رو دریافت کنید اگر قادر باشه سیستم به انجامش. مورد بعدی باید اپلیکیشن کنترل باشه، بعدی درایور دیفالت باید باشه، بعدی آف، بعدی کلمپ. خب گزینه بعدی میرسیم به تکسچر فیلترینگ کوالیتی. خب این بر اساس سیستمتون اگر قوی هست روی کوالیتی یا های کوالیتی بذارین، اگر متوسط یا رو به ضعیفی هست روی پرفورمنس یا های پرفورمنس بذارین. این بسته به سیستمتون هستش که با توجه به بازی های روز در چه وضعیتی قرار داره. مورد بعدی باید آن باشه اما برای من غیر فعاله. مورد بعدی باید روی آتو باشه، بعدی آف باید باشه، بعدی یوز د 3D اپلیکیشن سیتینگ باید باشه، بعدی عدد 1 هست، بعدی آف هست و در آخر روی اوتو هستش. ممکنه برای سیستم شما یا لپتاپ شما بعضی از این گزینه ها یا فعال نشه یا فعال بشه و اضافه تر باشه یا کلا این گزینه ها اصلا وجود نداشته باشه. اینا بر اساس سیستمتون حالا دسته‌بندی میشه و قرار داده میشه. به اینا توجه نکنید. حالا برای اعمال تغییراتمون روی اپلای میزنیم و میریم گزینه بعدی. کانفیگر سراوند هستش. خب از این بخش ما بر اساس سیستممون اگر گرافیکمون قوی تر از پردازندمون باشه طبیعتا باید گرافیک رو اینجا انتخاب بکنیم، اما اگر بالعکس سی پی یومون قوی تر از گرافیکمون باشه باید گزینه سی پی یو رو انتخاب بکنید. خب من اینجا گرافیکم قوی تر هستش، در نتیجه گرافیک رو انتخاب کردم و اپلای رو میزنم. میرسیم به تب دیسپلی. خب حتما دقت داشته باشین که روی بخش نیتیو باشه این رزولوشن و دستکاری نکنید. بخش رفرش ریت بسته به مانیتورتون تغییر میکنه. از 85 هرتز داره مانیتور من تا 165. خب من میذارم روی بالاترین حدش. میایم پایینتر میرسیم به بخش انگار کالر سیتینگمون.
اینجا یک دونه دیفالت داره، یه دونه انویدیا داره، باید روی انویدیا قرار بدین و از بخش اوتپوت داینامیک رنج حتما از لیمیتد بذارین روی فول تا تمام رنگ ها رو بهتون نمایش بده. روی اپلای کلیک میکنیم تا تنظیماتمون اعمال بشه. میرسیم به بخش بعدی adjust desktop color setting. خب اینجا به نور مانیتور یا برایتنس مانیتور دسترسی داریم. بعد مورد بعدی کانتراست مانیتورمونه، مورد بعدی گامای مانیتورمونه، مورد بعدی دیجیتال وایبرنس هستش که مربوط میشه به پویایی تصویر. اگه بخواید رنگ ها رو خیلی پررنگ تر بکنید خب این درصدش رو میبرین بالاتر و هر زمان که بردین بالاتر این آخر کار اپلای رو بزنید تا تنظیماتتون عملی بشه. گزینه بعدی روتیت دیسپلی هست که حالا بسته به اگر مانیتور دوم دارین میتونید بزنید روی پورتریت یا موردهای دیگه‌اش تا انگار به نحوی برای صفحه استریمتون باشه. گزینه بعدیش رو کاری نداریم، بعدیش هم که برای آدیو هست کاری نداریم. گزینه بعدی HDCP رو کار نداریم، آدیو رو کار نداریم، ریسایز و سایز دسکتاپ رو کاری نداریم و گزینه آخر میرسیم. اگر اینجا دو تا مانیتور داشته باشین یا بیشتر میتونید از اینجا تنظیم بکنید که کدوم مانیتور اصلیتون باشه یا غیره. بخش تب ویدیو میرسیم. اینجا یه سری کار داریم. خب اینجا میبینیم که به صورت پیش‌فرض روی ویدیو پلیر سیتینگ قرار داره. شما باید اینو حتما روی انویدیا سیتینگ قرار بدین و از بخش کالر باید بیایم بخش ادوانس. اینجا میبینیم که روی لیمیتد هستش، روی این کلیک میکنیم و حتما روی فول قرار میدین و در آخر گزینه اپلای رو میزنید. و گزینه آخر اگر گرافیکتون RTX باشه یه سری موارد اضافه تر به این بخش انویدیا کنترل پنل اضافه شده. پیشنهاد من اینه که اینا رو فعال بکنید. طبیعتا تکنولوژی روز بهتری هستش و اعمال میشه و ممکنه تاثیر بیشتری توی حالا تصویرتون یا فیلم دیدنتون ایجاد بکنه. و در آخر هم گزینه اپلای رو میزنیم تا تغییراتمون اعمال بشه. خب خیلی ممنون از نگاه زیباتون. امیدوارم که این آموزش به دانشتون افزوده باشه و یاد گرفته باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.